بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه‌های دیدار ویژه. و اگر به خاطر داشته باشید در قسمت گذشته در خدمت استاد بزرگوار دکتر حبیب الله ضیایی بودیم و انشالله امروز نیز باز در خدمت ایشون هستیم و ادامه داستان زندگی ایشون و تجربیات ایشون رو از زبان خودشون با هم میشنویم. استاد بزرگوار خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسول کریم و علی آله و صحبه اجمعین. من هم عرض سلام در خدمت بیننده‌های عزیز محترم و به شما هم حسن باشید میگم. سلامت باشید. من تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید و به هر حال در اختیار بنده و بینندگان که امیدوارم از این برنامه‌ها نهایت استفاده رو ببرن، از این مجموعه برنامه‌ها. در قسمت‌های گذشته در مورد به هر حال هجرتتون و همون هجرت اولتون، تحصیلاتتون و چگونگی تغییر رشته تحصیلی و جهت زندگی صحبت کردیم و در تجربیاتی که به هر حال در این زمینه کسب کردید شما اشاره هایی داشتید. اما مهمترین چیزی که یک انسان در دوران تحصیل، در دوران هجرت شاید کسب میکنه، دیدار با انسان‌های وارسته، دیدار با علما، با دانشمندان، با فرهیختگان هست. خب 100% برای شما هم چنین اتفاقهایی به وجود اومده و با انسان‌هایی، با علما، با بزرگان، با فرهیختگانی نشست و برخاست و دوستی داشتید. اگر در این زمینه توضیحات بفرمایید ممنون میشه. خلایی که احساس میشد در دوران بعد از انقلاب، در اوایل سالهای اول بعد از انقلاب در بین اهل سنت بسیار شدید بود. نبودن شخصیت‌های مرجعی که بتونه یک جوان نیازهای اولیه خودش رو تأمین بکنه، بتونه حجمه فکری و بگیم حجمه حتی تهاجم فرهنگی کاملا رو به نحوی جواب بده و از طرفی دیگه بتونه مشارکت جدی در امور سیاسی و حتی بگیم دارای یک موضع سالم و درستی باشه. اینا همه نکتهایی بود که در اوایل انقلاب هر کسی این نیاز رو داشت و هر کسی میخواست به نحوی موضعی داشته باشه. گروه ها و احزاب هم زیاد بودن و روز به روز گروه های جدیدتری هم تو صحنه میمودن، ولی همیشه اهل سنت این حس رو در خودش داشت که به هر نحوی ما با هر گروهی بریم در انتهای خلایی وجود داره، عدم وجود تناسب یا بگیم مناسبت فکری مذهبی با گروه های موجود. در نتیجه همیشه ما کنجکاو بودیم که بتونیم رهبرهای سیاسی از بین اهل سنت داشته باشیم و پیدا کنیم و به هر حال از اونجایی که خراسان با بلوچستان ارتباط داشت یا نزدیک بود، آشنایی من با مرحوم مولانا عبدالملک ملازاده نکته بسیار عطفی به شمار میاد، به خاطر اینکه ایشون جوانی بود، تازه فارغ التحصیل شده بود از مدینه منوره و مضاف بر اینکه روحانی زاده بود، ایشون یک روحانی متعهد مسئول بود و همونطوری که اشاره‌ای داشتم در جلسه قبل هم که متاسفانه روحانیت در بین جوامع تقلیدی اهل سنت به عنوان یک طیفی بود که فقط سرپرستی مراسم مذهبی
یک مردم رو داشت در حدی که فقط بتونن هویت مذهبی خودشون رو در ادناترین حد نگه دارن، بتونن نمازی و عباداتی رو و مراسمی مذهبی رو حفظ کنن. این حد اعلایی بود که کلا توقع میرفت از یک روحانی در جامعه، خصوصا در مناطق محروم ما. شاید در یک شغل موروثی تقریبا، شغل موروثی. شاید در مناطق جنوب با ارتباط با خلیج و کشورهای عربی شاید امکانات بیشتری در خوردار بودن، خصوصا رفتن مرحوم شهید شیخ زیایی به عربستان سعودی و مجموعی از طلبه ها فرستاده شدن اینها یک تحول بسیار عظیمی رو در جنوب پدید آورد. ولی خب مناطق اهل سنت بگیم شرق کشور مقداری کمتر در ارتباط بودن با کشورهای عربی و خصوصا عربستان سعودی که میتونیم بگیم مرکز علم و دانش در اون موقع به شمار می اومد و هنوز هم میتونه باشه. به هر حال در اون شرایط آشنا شدن با شخصیت مثل مولانا عبدالملک بسیار اثرگذار بود روی جوانهای مثل من که میتونست هم جوابگوی اون خلایی باشه که از نظر سیاسی احساس میشد و هم جوابگوی خلأ مذهبی باشه که میتونست بخشی از حجمه فرهنگی یا فکری رو جواب بده. ایشون واقعا یه انسان متحد و مسئول در قبال جامعه بود، برخلاف عموم روحانیتی که این موضوع داشت. اگرچه پدر ایشون مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه شخصیتی بود باز هم وارسته بسیار متحد و بسیار مسئول و در اصلاح اجتماعی و در بگیم دعوت دینی در بلوچستان پس عقب مانده بسیار بگیم محروم تونست یک تحول بسیار عظیمی رو ایجاد بکنه. ولی خب باز هم گفتیم که در زمان نسبت به جامعه موازی اون که جامعه تشیع باشه باز هم جامعه اهل سنت عقب بود، واقعا عقب بود و محروم بود. اولی شخصیت حقیقتا ایشون بود که خب چگونه با ایشون آشنا شدید؟ در حقیقت ایشون خودش از اونجایی که آدم فعال و آدم متحرکی بود با سفری که داشت به مناطق اهل سنت به خراسان امروز که خراسان جنوبی ما بهش میگیم هم سفری داشت حتی به مناطق روستایی اهل سنت و یکی از بزرگترین خدماتی که ایشون انجام داد این بود که اهل سنت رو با همدیگه آشنا کرد. شاید ما نمیدونستیم که در مناطق دیگه هم اهل سنت داریم، فقط ما فکر میکردیم که مثلا اکثر اهل سنت کردن و بلوچن، نمیدونستیم که کل مرز ایران با طوایف مختلف اما اهل سنت هستن. ایشون با سفری که در ضمن سفری که داشت به مناطق مختلف اهل سنت علاوه بر اینکه خودش رو معرفی کرد اهل سنت رو با هم دیگه آشنا کرد که این یک جرقه بود در بحث ارتباطات و فعالیت مذهبی در بین جوانان اهل سنت. بله در واقع یعنی ایشون با توجه فرموده شما یک نوع بیداری رو در بین جوانهای اهل سنت به وجود می آوردن. کاملا این میتونه یک نکته عطفی باشه در تاریخ اهل سنت بعد از انقلاب. بله واقعا الله ایشون رو رحمت بکنه. خب غیر از ایشون شما با چه شخصیت‌های دیگه‌ای، شخصیت‌های بارز و شخصیت‌های مؤثر در جامعه اهل سنت آشنا شدید؟ شخصیت بعدی که آشنا شدیم یا بگیم در جامعه البته ببخشید من پوزش می‌طلبم، آیا دوستی و همراهی شما با استاد عبدالملک ملازاده رحمت الله علیه در خارج از کشور هم ادامه داشت؟ این بخش بله، ایشون بعد از اینکه مهاجرم شد البته ارتباطمون صمیمی بود در طول مدتی که من ایران بودن، بعد از اینکه اومدم به خارج هم ارتباط داشتیم و بعد از اینکه ایشون مهاجرم شد باز هم کنار هم بودیم تا اینکه مدتیشون رفت به کراچی و بالاخره سوی قصد شد و به شهادت رسید. ارتباطمون کاملا تا آخرین لحظات وجود داشت کاملا. پس هم در داخل و هم در دارالهجره یا در هجرت هم با هم بودید. بله شخصیت بعدی؟ شخصیت بعدی که باز هم در جامعه اهل سنت اون موقع بسیار اثرگذار بود، اگرچه فعالیت‌های اهل سنت منسجم نبود، ضمن انجمن‌های اسلامی بیشتر ظاهر بود، شخصیت مرحوم علامه مفتی زاده بود که ایشون واقعا در نقش بسیار مؤثری داشت در جذب خیلی از جوانهای اهل سنت
شاید تأثیرشون در کردستان بیشتر بود، ولی باز هم خیلی از جوانهای اهل سنت خصوصا در مناطق بلوچستان و خراسان با آشنایی با ایشون تونستن گمشده خودشون رو پیدا کنن. ایشون هم واقعا یک شخصیت بسیار بگیم زاهد و نکته برجسته‌ای که وجود داشت، اشاره اولا در جلسه قبل هم داشتم، این بود که با مشارکت در فعالیت‌های سیاسی قبل از انقلاب این حس بگیم کمتری یا عقب ماندگی اهل سنت رو ایشون تقریبا تونست جبران بکنه. یعنی اهل سنت واقعا به ایشون میوالید بر اینکه قبل از انقلاب ایشون با انقلاب همراه بود و بعد از انقلاب هم کاملا فعال بود، اگرچه به هر حال شرایط سوء استفاده که ازشون شد در حکومت بعد از انقلاب مقداری ایشون رو در کردستان منزوی کرد و شاید هم ایشون رو متهم کردن که اینکه مزدور دولت هست، در صورتی که واقعا ایشون خادم خدمتگزار ملت بود و میخواست در حقیقت جامعه اهل سنت و جامعه ایرانی کلا از آلودگی های مختلف در امان بمونه، ولی به هر حال اتهاماتی برایشون وارد شد به خاطر همکاری که در اوایل انقلاب با دولت موقت داشت با دولت، ولی بعد از اینکه براشون آشکار شد که این دولت خلوص نداره، صداقت درشون وجود نداره، با نشستی که با مسئولین داشت، خصوصا با خود بنی صدر داشتیشون، با خود رهبر انقلاب داشت و حجت رو تقریبا بر اینها قائم هم کرد در بحث خط سیری که داشتن، خصوصا بعد از اینکه قانون اساسی تدوین شد و حکومت به عنوان یک حکومت مذهبی نه حکومت دینی تعریف شد، دیگهشون کناره‌گیری کرد و کاملا انزوا رو پیش گرفت و از حتی کردستان هم موضعش کلا عوض کرد و در پی این شد که بتونه با دوباره اهل سنت رو از هجمه‌ای که جدی میتونه برشون وارد بشه نجات بده، که بحث شورای شمس رو مطرح کرد که باز شورای شمس هم خودش شد یک محور یا یک بگیم مرکزی که خیلی از جوانان اهل سنت رو جذب کرد و به فعالیت سالم مذهبی کشوند. خب با توجه به ذکر شورای شمس، شما در جلسات شورای شمس هم مشارکت داشتید؟ به عنوان عضو شورا من شرکت نکردم، یعنی عضو شورا نبودم، ولی مشارکت در خود جلسات شورا داشتم. یک جلسه در تهران بود که مشارکت داشتم، جلسه هم در کرمانشاه که آخرین جلسه شون بود که بعد از این دستگیری‌ها شروع شد و کلا شورای شمس منحل شد. آیا به نظر شما به هر حال این عمر این شورا شاید تقریبا 2 سال بود، درسته؟ عملا فعالیت شورا حدوداً 2 سال بود، ولی بگیم بعد از این هم به عنوان یک فکر شورا موند. یعنی من خودم از کسانی بودم که در پاکستان هم فکر شورا رو یا انسجام اهل سنت زیر چتر شورای به نام شمس رو معتقد بودم و حتی مشکلات اهل سنت، مظالم اهل سنت و حتی اون چی که رخ میداد در رابطه با اهل سنت رو باز با نام هواداران شمس انعکاس میدادم با دوستانی که بودیم اونجا به جامعه اهل سنت خارج از کشور. پس سوال بندم همین بود، یعنی در واقع تأثیر این شورا، چون پس از 2 سال این شورا از بین رفت، در واقع عملا این شورا منحل شد و اعضای اون دستگیر شدن و خیلی از اونها شکنجه شدن، بعضیا اعدام شدن، اما تأثیر این شورا، تأثیر شاید مجازی اون وجود داشت، درسته؟ برون یک فکر کاملا این یک تفکری بود که واقعا اگرچه شاید جامعه اهل سنت ایران به بلوغ فکری که لازم بود برای پذیرش این چنین پروژه‌ای نرسیده بود، شاید زمینه‌ای برای اجرای همچنین طرحی وجود نداشت، شرایط اهل سنت و شرایط سیاسی حاکم هم از طرف دیگه مانع همچنین عمل کردی میشد یا همچنین فعالیتی میشد. ولی در مجموع این تفکر یا بگیم این طرح یه طرحی که هست که هنوز هم میتونه باز راهی باشه برای انسجام سیاسی و مذهبی اهل سنت و اقلیتی که در ایران هنوز هم زیر ستم مضاعف دارن زندگی سپری میکنن. بله، با توجه به ذکر نام استاد مفتی زاده رحمت الله علیه، امروزه مکتب قرآنی که ایشون تأسیس کردند وجود داره و پیروانی دارند، آیا واقعا شما با اونها رابطه دارید، میشناسیدشون و
عملا ایشون یا این گروهی که وجود داره شاگردان کاک احمد هستند و فعالیت‌هایی دارند، یا اینکه متاسفانه مرحوم مفتی زاده خط فکری ایشون رو ادامه میدن؟ ایشون متاسفانه با شرایطی که دچار شد بعد از انقلاب، تو خط یعنی شرایط ناهنجار انقلاب، فعالیت‌هایشون رو به سمت و سوی فعالیت سیاسی سوق داد، از فعالیت مذهبیشون رو تقریبا محروم کرد. یعنی نتونست وقت بذاره برای شاگردانی که اونا رو تربیت بکنه از نظر علمی و از نظر بگیم فکری و رفتاری و اخلاقی، و بعد از این دستگیر شد و زندان رفت. در نتیجه فرصت بسیار کمی پیدا کرد در این که بتونه واقعا افرادی رو یا بگیم یه مجموعی رو به دوری که دلش میخواد اونها رو تربیت بکنه. ولی با وجود این تعداد زیادی بودن از افرادی که واقعا دلباختش بودن، چون ایشون یک شخصیت تاثیرگذار از نظر رفتاری و اخلاقی بود، بسیار مؤثر بود. یعنی اینقدر بگیم از نظر روابط اجتماعی و صمیمیت و اخلاق اینقدر اثرگذار بود که انسان فقط با یک بار برخورد کاملا ذوب میشد در شخصیت زاهدانه و بگیم متواضعانه این فردی که از سر و صورت این زهد و تقوا میبارید. در نتیجه میتونیم بگیم افرادی که متأثر شدن یک احساس دینی اینها رو متأثر کرد، نه یک فهم و فکر و علم و دانش دینی. احساس دینی و نه فهم و دانش دینی. در نتیجه بعد از این که ایشون وفات کرد متاسفانه دچار تنش و درگیری و اختلاف شدن و بعضی هم به غلوف کشیده شدن در شخصیت ایشون، در تعریفی که برای ایشون ظاهر کردن، حتی ایشون رو به مرحله از مراحلی که میتونه به نبی نزدیک باشه رسوندن. به هر حال متاسفانه تنش ها و درگیری ها شدید هم شد، ولی در مجموع ارتباط با همه اینها جزو سرمایه اهل سنت به شمار میان و وجود یک شخصیت یا عدم وجود یک شخصیت نباید منجر به بگیم تنش و اختلاف در بین طرفداران اون شخصیت بشه، چون اون شخصیت در حقیقت ایجاد کننده فکر و اندیشه دینی نیست. فکر دینی قبل از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو تأسیس کردن دین و محفوظ مونده این مرجعیت این دین و نیازی به این که ما پایبند به شخصیتی در بین راه بشیم که وجود اون یا عدم وجود اون بتونه محور باشه برای پایبندی ما به دین نباید باشه. ولی متاسفانه احساسات و بگیم یه مقداری غلوف در یعنی شخصیت رهبران دینی در متاسفانه این اثرات جدایی و تفرقه رو در بین افراد پدید آورد. خب این دقیقاً این چیزی که به هر حال همین غلو یا همین احساسات بیش از اندازه نسبت به رهبران دینی و هر گونه رهبران، این در واقع چیزی نیست که خود اون رهبران میخوان، یعنی با خط فکری اونها در تعارض هست. خب کاملا من خودم شاهد هستم که ایشون یکی از شاگردان ایشون که شاگرد به اون معنایی که ما مدرسه‌ای باشه شاگرد باشن، به این صورتشون شاگرد شاید کمتر داشت، ولی تربیت واقعا در یک مربی بسیار ماهر و بسیار خوبی بود. یکی از اصطلاح شاگردان ایشون عکس ایشون رو توی جاکلیدی اجازه داده بود که ایشون خیلی ناراحت شد و این عکس رو گفت بکنید و دوباره این کار رو انجام ندید، به خاطر دوستی و محبتی که داشت. در صورتی که ما متاسفانه بعد از این از بحث عکس خیلی فراتر رفتن و ایشون رو به حد صحابه و بزرگان دین و از اونها بالاتر کشوندن. خب این غلو شکی نیست که ایشون هیچگاه راضی به این غلو نبود. شاید هم در مسائل فکری همچون خیلی از مراجع دینی دچار خطا هم شده، هیچ بعید هم نیست. کلا جامعه محروم اهل سنت در ایران ما عدم ارتباطش با جهان اسلام و مراجع دینی و مراجع علمی جهان اسلام خود به خود این کم و کاستی رو ایجاد میکنه و طبیعی هم هست، ولی هیچگاه نباید ما به شخصیت ها اینقدر قداست بدیم که کم و کاستی اونها رو به حساب
مثبت یا بگیم اون رو کلا در نظر نگیریم و حتی خطاهای اونها رو به عنوان دین یا به عنوان حق یعنی در واقع همون تقدس بیش از اندازه و یا چیزی شبیه به اسمت و یا چیزی شبیه به اون چیزی که خدای نکرده مثلا در بعضی از مذاهب اهل بدعت هست که در مذهب اهل سنت چون چیزی نیست و همان گونه که ائمه اربعه فرمودند که کل یؤخذ من قوله و یرد، هر کسی گفتش از گفتش به هر حال گرفته میشه، یعنی گفته صحیح داره و گفته ناصحیح داره، گفته درست داره و نادرست داره، مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم که معصوم هستند. استاد بزرگوار، الان دو شخصیت رو شما ذکر کردید، غیر از این دو شخصیت با کسان دیگه هم بودید از بزرگان اهل سنت؟ در ضمن آشناییم با مرحوم مفتی زاده، با کاک ناصر صبحانی هم آشنا شدم البته در جلسه شورای شمس و بعد از این هم ایشون سفری داشت در پاکستان برای رساندن ندای اهل سنت و بگیم مظلومیت اهل سنت به جهان اسلام. ایشون واقعا یک فردی بود که با کمال خلوص و با کمال بگیم عدم امکاناتی که وجود داشت، با کمال توانی که داشت اومد و برای رساندن صدای اهل سنت اومد پاکستان و حدود 2 ماه و اندی با هم بودیم و از ایشون هم من واقعا بسیار استفاده بردم، خصوصا از باز هم از اون نگاه ژرفی که به نصوص دینی داشت و از زهد و تقوایی که داشت و بگیم از صبر و شکیبایی که داشت. همه اینها نمونه های بسیار برجسته و بارزی از شخصیت ایشون بود که واقعا کمتر در شخصیت های بگیم علمی ما عملا مشاهده میشه کرد. یعنی علم رو به طور تئوری ناقل بودن خیلی ساده هست، ولی عملا شکیبایی، صبر، تقوا، پرهیزگاری، آخرت جویی رو به نمایش در آوردن و عملا نشون دادن کار بسیار سختی هست که واقعا من در چهره ایشون، در عملکرد ایشون، در زندگی ایشون من این رو هم مشاهده کردم. الله ایشون رو رحمت بکنه. یعنی عملا علم رو در وجود خود انسان تطبیق دادن مهمتر هست از فرا گرفتن علم. همان گونه که صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چند آیه رو یاد می‌گرفتند و در وجود خودشون تطبیق می‌دادند که این در واقع فهم و علم و دانش صحیح است. عامل اساسی که هم ایشون رو به اعدام کشوند که ما افراد نادری داریم که رسما اعدام شدن، بقیه ترور شدن، ترورهای غیر رسمی شدن، مثل مرحوم شیخ زیایی، دکتر صیاد و بقیه شخصیت‌های دیگری که از اهل سنت ترور شدن. همه اینها رسما اعدام نشدن. ما افرادی که رسما اعدام شدن معدود هستند. اون کسانی هستند که واقعا هیچ یعنی براشون یک پرونده فکری جدی داشتن که باید حذف بشن، رسما باید حذف بشن، مثل مرحوم مظفریان، مثل مرحوم جعفری که ذکرش کردم، مثل مرحوم ناصر صبحانی. اینا افرادی بودن که فکر و اندیشه اینها شفاف و روشن و عملکردشون بسیار جدی و خطرشون بسیار جدی برای دولت بود. در نتیجه بدون هیچ گونه بگیم ترس و واهمه از این که عاقبتی داشته باشه اعدام اینها، دست به اعدام رسمی اینها زدن، رسما ایشون رو اعدام کردن. خب استاد بزرگوار، الان در مورد ایشون، این شخصیت بزرگ اهل سنت که از ایران سفر کردن برای رسوندن ندای اهل سنت به پاکستان، آیا واقعا کارشون مؤثر واقع شد و یا چرا اصلا برگشتن و یا قصدشون بازگشت شد یا اینکه میخواستن اونجا بمونن؟ ایشون فقط رسالتی داشت که بیاد از طرف یعنی به نمایندگی اهل سنت یا بگیم شورای شمس که بقایاش، ایشون خودش عضو شورا بود و هنوز بقایایی از شورا وجود داشت، که بیاد ندای مظلومانه اهل سنت رو به خطری که بر اهل سنت ایران الان وارد هست رو به دنیا برسونه و شعارهای پرزرق و برقی که فریبنده هست رو، حقیقتش رو و ماورای این شعار رو به جهان اسلام بتونه ابلاغ بکنه. در این راستا ایشون هدف اصلیش این بود که مسافرت داشته باشه به کشورهای اسلامی و مراجع دینی و ائمه و علمای اهل اسلام رو
ملاقات داشته باشه، ولی شرایط الحمدلله پیش اومد که در کنفرانسی که در لاهور بود علمای اهل سنت یا حتی جماعت های اسلامی اهل سنت اونا حضور پیدا کردن در لاهور و ایشون با ملاقاتی که داشت با اینها تونست مطالب رو برسونه. در پاکستان هم با علمای مختلف مراجع دینی و خصوصا مسئولین مدارس اینا نشست و مضاف بر این اون چه که بر اهل سنت میگذره رو مکتوب به عربی کرد و اینا چاپ شدن و فرستادیم به مناطق مختلف به دنیا، به تمام مراکز اسلامی، مراکز دینی تقریبا، و حجت رو قائم کردیم برای دنیا که و گفتیم که این شما با این چنین خطری مواجه هستید که این خطر فقط متوجه اهل سنت ایران نیست، متوجه اهل سنت جهان هست. این همون خطری هست که بعد از 3 دهه می‌بینیم که بزرگترین علمای جهان اسلام مثل شیخ قرضاوی الان احساس به این خطر میکنه و میگه من از پختگی برخوردار نبودم و علمای جزیره از من پخته‌تر بودن در این زمینه. این نکته رو خواستیم ما اون موقع با تجربه عملی خودمون، نه با پختگی علمیشون. نظر علمی خب ما شکی نیست که اهل سنت ایران هیچگاه پختگی علمی جهان اسلام رو نداشتن، ولی حداقل با چشم خودمون داشتیم میدیدیم که داره چی میگذره و اینها چقدر تعصب دارن و چقدر به عنوان یک آفت در امت اسلام مطرح هستن و میتونن اثر منفی برای دنیا بذارن و شعارهای فریبنده اینها میتونه چقدر جاذبه داشته باشه و در انتها اون چهره حقیقی اینها چقدر میتونه مؤثر واقع بشه در بین راه کشوندن بگیم فکر دینی در دنیا. به هر حال اون چه که باید انجام شد رو ایشون انجام داد بعد از نزدیک به 2 ماه و وقتی که وظیفه‌اش انجام شد حجتش قائم شد. برگشت که متاسفانه در پی بازگشت بعد مدت کوتاهی ایشون دستگیر شدن و بالاخره بعد از بدون هیچ گونه محاکمه رسمی بعد از مدتی تقریبا با فاصله زمانی 1 هفته با مرحوم جعفری هر دو اینها رسما اعدام شدند. بله، الله ایشون رو بیامرزه. بله، در واقع ایشون پیام خودشون رو رسوندن و حجت رو بر طبق فرموده شما قائم کردن. وقت برنامه امروز ما نیز به پایان رسید. من تشکر میکنم از همراهی شما استاد بزرگوار دکتر حبیب الله ضیایی. من از تشکر دارم از جناب علی و بینندگان عزیز که وقت خودشون رو گذاشتن برای ما و شنیدن صحبت‌های پراکنده‌ای که به هر حال شاید پراکنده بود ولی به هر حال از دل اومد بیرون، ان شاء الله به دل هم بشینه. نه خواهش میکنم، ما که استفاده کردیم و همچنین امیدوارم که بینندگان عزیز نیز از این فرمایشات شما و تجربه‌های گرانبهای شما استفاده کافی رو برده باشند. بینندگان عزیز و گرامی، تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به الله بزرگ و متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.